سال 1936 شهر آوامو، ژاپن. یوشی شیراتوری 29 ساله که به اشتباه متهم به قتل شده بود رو به زندان میندازن. اون هر شب توسط نگهبانای زندان شکنجه میشد و کتک میخورد و از طرفی هم خبرایی شنیده میشد که ممکنه براش حکم اعدام ببرن و این از نظر اون یعنی یا باید هرچه زودتر از این زندان فرار میکرد یا اگه اونجا میموند زندگیش با مرگ هیچ فرقی نداشت. اون برای چندین ماه برنامه زندانبانا رو تحت نظر داشت و میدونست اونا چه ساعتی تغییر شیفت میدن. پس 5:30 صبح با یه تیکه سیم فلزی که از دور سطل آب حموم زندان دزدیده بود قفل در سلولش رو باز کرد و فرار کرد. وقتی ساعت 5:45 نگهبانای شیفت جدید برای بازرسی اومدن دیدن که شیراتوری تو جاش خوابیده، ولی در حقیقت اون چند تا تخت چوب و جای خودش زیر ملافه گذاشته بود و تازه صبح نگهبانا فهمیدن که اون فرار کرده که دیگه خیلی دیر شده بود. اگه فکر کردین همه هنر شیراتوری به فرار از این زندان و باز کردن قفل در خلاصه میشه، باید بگم که سخت در اشتباهی، چون اون 3 بار دیگه هم از زندانهای غیر قابل خروج فرار میکنه و لقب جادوگر فرار از زندان رو میگیره. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید چون قراره قصه خیلی جالبی رو بشنوید. 3 روز بعد از فرار از زندان آواموری، شیراتوری در حالی که داشت وسایل یه بیمارستان رو می‌دزدید، دوباره دستگیر میشه و این دفعه چون سابقه فرار از زندان رو هم داشت، براش حبس ابد می‌برن و این یعنی دیگه هیچ وقت نمیتونه زن و دخترش رو ببینه. 6 سال بعد در اواسط جنگ جهانی دوم، شیراتوری رو به زندانی در شهر آکیتا منتقل می‌کنن که این باعث میشه شرایطش حتی از قبل هم بدتر بشه. نگهبانای این زندان چون میدونستن اون قبلا یه بار فرار کرده، بیشتر زیر نظر داشتنش و بیشتر هم اذیتش میکردن، اینجوری که مجبورش میکردن بارهای خیلی سنگین رو جابجا کنه و تو سرمام روی زمین یخ بخوابه. بعد از مدتی هم به یه سلول انفرادی کوچیک منتقلش کردن که سقف خیلی بلندی داشت و دیواراش هم مسی بود که کسی نتونه ازش بالا بره. تنها راه هوایی این اتاق یه پنجره خیلی کوچیک با میله‌های فلزی روی سقف بلند این سلول بود. اسم اینجا رو سلول ضد فرار گذاشته بودن. از نظر نگهبانا این هم کافی نبودن، چون همیشه شیراتوری دستبند زده بود، حتی وقتی که داخل این سلول قرارش میدادن. از بین همه این نگهبانا فقط شخصی به نام کوبایاشی که سرنگهبانم بود با شیراتوری رفتار خوبی داشت و گاهن باهاش صحبت میکرد و از حالش میپرسید. یه شب طوفانی تو 15 ژوئن وقتی یکی از نگهبانا برای سرکشی اتاقا میره، میبینه که سلول شیراتوری خالیه و دستبندش هم وسط اتاقه. ولی چطوری ممکنه؟ داستان اینه که شیراتوری یه جوری تونسته بوده دستبندش رو باز کنه و در فواصل رفت و آمد نگهبانا از دیوار بالا میرفته و دریچه پنجره رو شل میکرده، بعد برمیگشته پایین و دستبندش رو دوباره دستش میکرده. اون چندین ماه این کارو میکنه تا اینکه بالاخره حفاظ پنجره باز میشه و اون فقط باید یه زمان مناسب برای فرار پیدا میکرده و چی بهتر از یه شب طوفانی که کسی نتونه صدای قدم‌هاشو روی سقف بشنوه. 3 ماه بعد کوبایاشی همون سرنگهبان مهربون صدای در زدن در خونش رو میشنوه و وقتی در رو باز میکنه شیراتوری رو میبینه که پشت دره. کوبایاشی اونو به داخل دعوت میکنه و بهش آب و غذا میده. شیراتوری براش تعریف میکنه که اون با تو زندان بودن مشکلی نداره و تنها علت فرارش رفتارهای وحشیانه‌ایه که باهاش تو زندان میشده. حالا هم به خاطر محبتی که کوبایاشی همیشه بهش داشته ازش میخواد که بهش کمک کنه و به دادگاه مرکزی ژاپن بره و داستان شیراتوری رو برای اونا تعریف کنه و بخواد که در مورد شرایط زندان‌ها و زندانبانا تجدید نظر کنن. کوبایاشی بهش میگه که من باید در این مورد یکم فکر کنم و زمانی که شیراتوری چند دقیقه به دستشویی میره، کوبایاشی به پلیس زنگ میزنه تا بیان و اونو دستگیر کنن.
و اینطوری میشه که شیراتوری دوباره به زندان میفته و این بار میفهمه که نباید به مامورای قانون اعتماد میکرد. این دفعه اونو به زندان آواشیری در شمال ژاپن که تا حالا هیچ کس موفق نشده بوده ازش فرار کنه میفرستن. الان سال 1943 است و هوا اونقدر سرده که دمای داخل سلول به زیر نقطه انجماد رسیده. غذای رایج این زندان سوپ میسو و سس سویاست که اکثرا هم یخ زده به زندانیا داده میشه. با توجه به موقعیت‌هایی که شیراتوری قبلا ازشون فرار کرده بود، این سری سلولی براش درست کردن که پنجره‌اش حتی از بدن آدمم کوچیک‌تر باشه. همینطور با یه دستبند 20 کیلویی که جای سوراخ کلید نداشت و تنها در صورتی باز میشد که یه آهنگر اونو باز کنه. یه شب تو ماه آگوست یکی از زندانبانا از روی سقف یه صدایی میشنوه و وقتی که میره به زندانیا سر بزنه میبینه اتاق غیر قابل فرار شیراتوری خالیه و دستبندش هم وسط اتاقه. اما این بار چطور؟ رازش توی سوپ میسوییه که هر روز بهش میدادن. داستان از 6 ماه قبلش شروع شده بود و اینطوری بوده که هر بار که ظرف غذا رو جلوش میذاشتن اون فقط بخشی از سوپ رو میخورده که زنده بمونه و بقیهش رو روی دستبندش و حفاظ پنجره میریخته تا نمک سوپ پیچ و مهره ها رو اکسید کنه و پیچا شلشن و در بیان. اما مانع بعدی چی؟ شیراتوری چطوری تونسته از پنجره کوچیکتر از بدنش رد بشه؟ اون دیگه برمیگرده به مهارت خاصش توی جابجا کردن مفاصلش و اینجوری تونسته خودش رو از پنجره رد کنه. نگهبانا مطمئن بودن اون بعد فرار یا در اثر سرما میمیره یا شکار خرسا میشه، ولی اون یه معدن قدیمی از کار افتاده پیدا میکنه و به مدت 2 سال اونجا مخفی میشه. برای غذا هم خرگوش و راکون شکار میکرده یا میوه میخورده. بعد 2 سال تصمیم میگیره از معدن بیرون بیاد و میره و وارد نزدیکترین روستا میشه، ولی چیزی که میبینه اونو کاملا شوکه میکنه. اون میبینه به در و دیوار پوسترهایی زدن که روش به زبان انگلیسی نوشته شده و کلی هم سربازای خارجی تو خیابونا در رفت آمدن. اون موقع بود که میفهمه ژاپن تو جنگ شکست خورده و شرایط شاید الان به نفعش شده باشه. پس تصمیم میگیره بره به شهر خودش و خانواده‌شو ببینه. تو مسیرش به سمت خونه تو یکی از شهرها خیلی گشنش میشه و تصمیم میگیره از یه مزرعه گوجه بدزده، ولی همون موقع مزرعه دار متوجه میشه و با یه داس به سمتش حمله میکنه، ولی این درگیری منجر به مرگ مزرعه دار میشه و بعدش هم درست فهمیدیم شیراتوری باز هم دستگیر میشه و این دفعه دیگه حکم اعدام براش قطعی میشه. الان سال 1947 و اون به زندان شهر ساپورو فرستاده شده. اوایل 24 ساعته 6 نگهبان مسلح همیشه مراقبش بودن و میدیدن که اون ناامیدانه به سقف نگاه میکنه. بعد مدتی هم به یه سلول خاص میندازنش که این دفعه اندازه پنجرهش از سرش هم کوچیک‌تر بود، چون شاید اون میتونست که بدنش رو تغییر شکل بده و فرار کنه، ولی نمیتونست اندازه جمجمش رو تغییر بده. نگهبانا ناامیدی رو کاملا توی شیراتوری میدیدن، چون به نظرشون انقدر افسرده شده بود که دیگه خیلی کمتر از تو رخت خوابش بیرون میومد و همش خواب بود. یه روز دیگه نگهبانا کلافه شدن و رفتن تا به زور از تو رخت خواب بکشنش بیرون که دیدن اون اصلا تو جاش نیست. این بار چجوری؟ شیراتوری با نگاه ناامیدانه‌ای که به سقف مینداخته حواس زندانبانا رو از هدفش که زمین بوده پرت می‌کرده. هر دفعه نشون میداده خوابه میرفته زیر لحاف و زمین رو میکنده، بعدم میومده بالا و خودش رو به خواب میزده. و بله، اون بار 4م از طریق زمین فرار میکنه. دیگه سال 1948 و شیراتوری کاملا رها شده بود. یه روز توی یه ایستگاه اتوبوس نشسته بود که میبینه یه افسر پلیس کنارش میشینه. شیراتوری اولش خیلی میترسه، چون ممکن بوده که شناخته بشه و دستگیرش کنن، ولی برخلاف تصور شیراتوری اون افسر بهش یه سیگار تعارف میکنه. سیگار اون زمان یه کالای لوکس تو ژاپن محسوب میشده و این موهبت از
از طرف پلیس باعث میشه که اون متاثر بشه و اشک شوق توی چشماش بیاد. همونطور که سیگار میکشید تصمیم میگیره که اسمشو به پلیس بگه و بهش میگه که سال گذشته از زندان فرار کرده. البته این اولین باری هم نبوده که فرار کرده. در حقیقت تا به حال 4 بار از زندانهای مختلف فرار کرده. بعد داستان کابویاشی، شیراتوری تصمیم گرفته بود که دیگه هیچ وقت به یک مأمور قانون اعتماد نکنه، اما محبتی که از طرف اون پلیس میگیره تحت تاثیر قرارش میده. و بله، درست حد زدید، این سری هم دستگیر میشه، ولی با یه تفاوت خیلی بزرگ. این سری قوانین ژاپن تغییر کرده بود و با یه رویکرد دیگه‌ای به پروندهش نگاه کردن، مثل اینکه کشته شدن مزرعه دار رو دفاع از خود تشخیص دادن و همینطور گفتن چون توی فرار کردناش از زندان به هیچ کس آسیبی نزده بود میتونیم بهش سخت نگیریم و حکم اعدامش به 20 سال حبس در زندان تغییر پیدا کرد. همینطور هم طبق درخواستش به زندان توکیو که هوای گرمتری داشت فرستادنش. این دفعه نگهبانا دیگه به خوبی باهاش برخورد میکردن. در حقیقت اون با خود زندان مشکلی نداشت، بلکه با حکم اعدام و رفتار بدی که باهاش میشد مشکل داشت. این سری 14 سال بعد حبسش مشمول عفو شد و این دفعه واقعا یه آدم آزاد بود و تونست به شهر خودش و پیش دخترش برگرده. اگه این داستان رو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید تا آدمای بیشتری بتونن ببیننش. فعلا